روز عمر ابن خطاب رضی الله عنه از کنار چند نفری از کودکان که مشغول بازی بودند میگذشت. هنگامی که آنها عمر ابن خطاب رضی الله عنه را با آن هیبت و قدرتش دیدند، فرار کردند و وارد خانه هایشان شدند. قابل ذکر است چطوری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان فرموده اند شیاطین از ترس عمر ابن خطاب فرار می کردند. پس چگونه کودکانی که دلشان مانند دل مرغ نازک است می توانستند در برابر انسانی که بینی قیصرهای دنیا را به خاک مالید و کسراهای جهان را دچار وحشت ساخته به زانو شنانده بود تا بیاورند و فرار نکنند؟ خلاصه همه آن کودکان فرار کردند بجز عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه که پسر بچه خردسال بود. عمر رضی الله عنه به طور شوخی گفت دوستانت فرار کردند و تو فرار نکردی، آیا نترسیدی؟ عبدالله ابن زبیر گفت گناهی مرتکب نشدم که از تو بترسم و راه هم تنگ نیست که آن را برایت باز کنم. اینجا بود که مردم به ذکاوت و شجاعت عبدالله ابن زبیر پی بردند. کسی که پدرش همچون زبیر ابن عوام حواری رسول صلی الله علیه و سلم و مادر مانند اسماء دختر ابو بکر صدیق رضی الله عنه داشته باشد چرا شجاع و باهوش نباشد؟ برادران و خواهران عزیز، فرزندانتان را درس شجاعت و هوشیاری بدهید. امت اسلام امروزها خیلی به چنین فرزندان نیاز دارد. سوی راه مصطفی، سوی قرآن و کتاب و سوی احکام خدا. برحذر باش ای جوان از فتنه های دشمنان، نیست بهتر از سلاح علم و دانش در جهان.